سلام دوستان، به کانال پرس فیلم خوش اومدین. امروز هم میخوام چند تا فیلم ترسناک بهتون معرفی کنم که اگه یکم هوس ترسیدن دارین این ویدیو خوراکتونه. این دومین پارتی است که من فیلمای ترسناک دارم بهتون معرفی میکنم. اگه میخواین ویدیو اولی رو هم ببینین، روی کارت بالای ویدیو کلیک کنین تا بتونین قسمت اول معرفی فیلمای ترسناک رو هم ببینین. من این فیلم ها رو بر اساس علاقه شخصی خودم و البته امتیازهایی که بهشون داده شده مرتب کردم که امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. فقط قبل از این که بریم سراغ معرفی فیلم ها، ازتون میخوام که توی چنل ما سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم فعال کنین که هر موقع ویدیو گذاشتم متوجه بشین. خب بریم سراغ معرفی فیلم ها و وقت رو تلف نکنین. شماره 5 The Boogeyman 2023، نمره IMDb 6، نمره Rotten Tomatoes 60%. نوبتی هم بخواد باشه بهتره یکی دو تا فیلم جدیدم معرفی کنیم. فیلم بوگیمن داستان دو تا دختر به اسم سیدی و ساویر هست که تازه مادرشون رو از دست دادن و هنوز تو شوک و غم از دست دادن عزیزشون هست. پدر خانواده ویل یه روانشناسه. یه روز یه بیماری از پدرشون وقت ملاقات میگیره و به خاطر اتفاقایی که توی زندگیشون افتاده از ویل درخواست کمک میکنه. این بیمار حرف از وجود یه موجود عجیب توی خونهشون میزنه که از غم و افسردگی خانوادهشون تغذیه میکنه و قدرت میگیره. ویل هم احساس میکنه که این فرد مشکلات شخصیتی و روانی شدیدی داره و بهتر که این موضوع رو با پلیس در میون بذاره. اما مشکل اونجاست که احتمال داره این فرد غریبه پای این موجود رو هم به این خانواده باز کرده باشه، چون این خانواده خودش الان عزادار رو درگیر یه غم بزرگیه. کارگردان فیلم بوگیمن راب سویج هست که کلا خوراکش فیلم ترسناک و چند تا فیلم تو کارنامش داره که ممکنه فیلم هاست رو ازش دیده باشید. شماره 4 اسمایل 2022، نمره IMDb 6.5، نمره راتن تومیتوز 80%. دکتر روز کوتر یه تراپیسته که یه مورد عجیبی برخورد میکنه که یه دختری ادعا میکنه یه موجودی رو میبینه که آدم نیست، ولی وقتی جلوش با لبخندی شیطانی نمایان میشه اتفاقات بدی برای خودش یا اطرافیاش میفته. بعد دیدن این دختر یه سری اتفاقات ترسناکی هم برای خود روز میفته که اولش فکر میکنه خودش هم دچار توهمات شده و دقیقاً نمیتونه بفهمه که مشکل چیه و چرا این اتفاقات داره براش پیش میاد. کم کم روز هم متوجه میشه که هرچی که اون دختر دیده بوده برای خودش هم داره اتفاق میفته و باید راهی رو پیدا کنه که بتونه زنده بمونه و اون هم قربانی این موجود نشه. این فیلم هم توی سبک خودش فیلم قشنگیه و میتونه سرگرمتون کنه، پس میتونین اون رو توی واچ لیستتون بذارید که بعداً خواستین اون رو ببینید. شماره 3 Drag Me to Hell 2009، نمره IMDb 6.6، نمره Rotten Tomatoes 92%. داستان از این قراره که یه پیرزنی تقاضای وام میکنه و کارمند وام تحصیلات که اسمش کریستین هست بهش وام رو نمیده. این پیرزن به این دختر حمله میکنه و اون رو نفرین میکنه. کم کم کریستین متوجه میشه که یه مشکلی بعد از دیدن این پیرزن براش پیش اومده و این اتفاقایی که براش میفته اصلا طبیعی نیست و باید یه دلیلی داشته باشه. وقتی مطمئن میشه که این اتفاق اصلا تصادفی نیست، دیگه کریستین باید برای حفظ جونش تلاش بکنه و قضیه مرگ و زندگیشه. از طرفی هم این شیطانایی که دنبالشن قرار نیست دست از سرش بردارن و هر کاری میکنن که بتونن روحش رو تصاحب کنن. این فیلم خوش ساخته و به نظرم میتونه سرگرمتون کنه، پس حتما ببینینش. Will you help me? شماره 2 آنابل 2014، نمره IMDb 5.4، نمره راتن تومیتوز 28%. اگه از فیلم کانجورینگ خوشتون اومده و اون رو دیدینش، بهتره سری فیلمای آنابل رو هم ببینید، چون که این سری فیلم توی دنیای کانجورینگ اتفاق میفته و این عروسک رو اصلا توی کانجورینگ هم نشونش میدن و توی فیلمای اختصاصی خودش قراره با داستان این عروسک بیشتر آشنا بشیم. قسمت اول این فیلم توی دهه 1970 دنیای کانجورینگ اتفاق میفته، جایی که یه زوج به اسم میا و جان با هم زندگی میکنن. جان به میا یه عروسک قدیمی با لباس سفید هدیه میده، ولی وقتی این عروسک وارد خونهشون میشه یه سری اتفاقات عجیب و غیر طبیعی توی خونهشون میفته و مورد حمله یه موجود شیطانی قرار میگیرن. حالا این زوج باید به دنبال راهی باشن که از دست این عروسک و شیطانایی که دنبالشون هستن خلاص بشن. تا حالا از آنابل 3 قسمت ساخته شده. اگه از قسمت اول آنابل خوشتون اومد، پیشنهاد میکنم قسمت دوم یعنی آنابل کریشن رو هم حتما ببینید، چون که اون داستانش خیلی جذابتر و میتونه شما رو واقعا سرگرم کنه.
شماره 1 اگزورسیست 1973، نمره IMDb 8.1، نمره راتن تومیتوز 86%. خب بریم سراغ آخرین فیلم که جنگیر است. اگه تا حالا جنگیر رو ندیدین شب تنها ببینینش، ولی احتمالاً به قدری بترسین که شب چراغ رو روشن کنین تا ادامهش رو نبینین. داستان این فیلم از یه رمانی که به همین اسم و توسط ویلیام بلاتی نوشته شده ساخته شده و میشه گفت ترسناکترین و معروفترین فیلم حال حاضر. جنگیر داستان یه دختری به اسم ریگان رو روایت میکنه که وقتی با تخت نرد اویجا بازی میکنه شروع به نشون دادن رفتارهای عجیب و به شدت ترسناکی از خودش میکنه که توضیح منطقی براش وجود نداره و مشخصه که یه نیروی فراتبیعی باعث شده. وقتی که این موضوع رو با کشیشای کلیسا مطرح میکنن و اون رو از نزدیک میبینن، به این نتیجه میرسن که این کار اجنه است و باید برای اخراج جن از بدن این دختر کارایی رو بکنن که عواقب خوبی برای ریگان نداره. خب اینم از فیلمای امروزمون. اگه بازم دوست داشتین فیلم ترسناک بهتون معرفی کنم برام کامنت بذارین، چون که فیلمای جالب دیگه توی این ژانر زیاد هست. بعد این ویدیو 2 تا ویدیو دیگه بهتون معرفی میکنم که اگه دوست داشتین اونا رو هم ببینید. اگه از این ویدیو هم خوشتون اومده لایکش کنین تا بهم انرژی داده باشین. امیدوارم تو هر لحظه از زندگیتون موفق باشین و بدرود.